گاهی زندگی دقیقاً همون لحظه‌ای که فکر میکنی همه چیز عالی پیش میره، یه جایی، یه نقطه‌ای، یه پیچ غیر قابل پیش بینی تو رو متوقف میکنه. تو میدوی، میجنگی، میسازی، میسوزی، اما باز هم نمیرسی. و همینجاست که خیلی‌ها کم میارن، خیلی‌ها دست میکشن، خیلی‌ها فکر میکنن دیگه تمومه. اما نه، این پایان نیست. این فقط یه مکث وسط مسیرته. بذار یه حقیقت ساده رو بهت بگم. قرار نیست همیشه به هدفت برسی، اما قرار همیشه یه قدم، حتی یه قدم کوچیک جلوتر از دیروزت باشی. گاهی وقتا شکست ها میان تا بهت بگن آرومتر برو، اما عمیق‌تر بفهم. گاهی وقتا نرسیدن ها میان تا روشنت کنن، تا بهت بگن این راه تو نبود، تو باید مسیر تو عوض کنی. گاهی دردها میان تا یادت بدن قوی شدن همیشه از دل سختی ها شروع میشه. تو فکر میکنی نرسیدی، اما شاید داری آماده میشی. تو فکر میکنی عقب افتادی، اما شاید داری شکل میگیری. تو فکر میکنی شکست خوردی، اما داری ساخته میشی. زندگی با تو دشمنی نداره. زندگی با تو قهر نیست. زندگی فقط میخواد مطمئن بشه که تو برای چیزی که میخوای آماده ای. نرسیدن پایان نیست. نرسیدن یعنی هنوز داستان ادامه داره. هنوز فرصت هست. هنوز امید هست. هنوز تو هستی. و تا وقتی که تو هستی هیچ چیز تموم نشده. به مسیرت نگاه کن. به زخمات، به اشکات، به شبهایی که بیدار موندی. همین ها تو رو ساختن، نه قله‌ای که از دور میبینیش. ما همیشه فقط قله ها رو میبینیم، اما کسی کفشای پاره مسیر رو نمیبینه. کسی اشکای پشت لبخندها رو نمیبینه. کسی لرزش‌های قبل از هر قدم سخت رو نمیبینه. اما تو میبینی. تو حسش کردی. تو ازش گذشتی. پس تویی که ارزش داری، نه نتیجه‌ای که میخواستی بهش برسی. گاهی وقتا باید سقوط کنی تا یاد بگیری چطور بلند شی. گاهی وقتا باید تنها باشی تا بفهمی چقدر قوی هستی. گاهی وقتا باید از همه کس و همه چیز دور بشی تا خودت رو پیدا کنی. و گاهی، فقط گاهی، باید نرسی تا بفهمی قرار بوده که به یه چیز بزرگتر برسی. قرار نیست همیشه به هدفت برسی، اما قرار همیشه ادامه بدی. آروم، آهسته، اما بدون توقف. تو فکر میکنی زمان از دستت رفت. نه، تو تجربه به دست آوردی. تو فکر میکنی مسیرت سخت شد. نه، تو داری قوی تر میشی. تو فکر میکنی شکست خوردی. نه، این فقط یکی از 1000 قدمیه که تو رو میبره جلو. یادت باشه، برنده بودن یعنی ادامه دادن، نه زود رسیدن، نه راحت رسیدن، نه بدون شکست رسیدن. تو ادامه بده، حتی وقتی خسته ای، حتی وقتی تنها موندی، حتی وقتی کسی تشویقت نمیکنه، حتی وقتی همه چیز علیه تو به نظر میرسه. چون یه روز، درست همون روزی که فکر میکنی دیگه توان نداری، یه در باز میشه، یه نور میتابه، یه اتفاق میفته و میفهمی تمام این نرسیدنها داشتن تو را آماده میکردن برای اون لحظه. بس سرت رو بالا بگیر، نفس عمیق بکش و توی دلت بگو من ادامه میدم، حتی اگه 1000 بار زمین بخورم. چون این تویی که انتخاب میکنی قوی باشی، این تویی که انتخاب میکنی بسازی و این تویی که انتخاب میکنی حتی وقتی نمیرسی باز هم ادامه بدی. و این یعنی تو. پس همین حالا هم برنده ای.